در جهان شگفت‌انگیزی که ما زندگی میکنیم میتوان چیزهای عجیب، شوکه کننده و حیرت انگیزی را تماشا کرد که بعضی‌هایش توسط انسان‌ها و بعضی‌های دیگرش دستسازی طبیعت است. صحنه‌هایی که با نگاهی به آن چیزهای زیادی را خواهی آموخت و شگفت زده شد. امروز برایتان ویدیوهای جالبی را آماده کرده ایم که بدون شک تماشای آن برایتان سرگرم کننده خواهد بود. لطفاً قبل از تماشای این برنامه کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله را بزنید. برای حمایت از ما کافیه این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با خورشید میدیا همراه باشید. این کلیپ که توسط شاهدان عینی از آسمان شهر ملبورن در استرالیا به ضبط رسیده کلی پرسش برانگیزه. در ویدیو میتوان دو نور روشنی را تماشا کرد که در حال فرود آمدن. اما پس از گذشت ثانیه‌های جسم نورانی سومی از راه میرسه و شکل مثلثی را ایجاد میکنه. کارگران فضای مجازی گفتند که در نقاط دیگری دنیا نیز شاهد چنین چیزی بوده‌اند، ولی اجسام نورانی ملبورن همچنان بدون توضیح باقی مانده است. ویدیوی عجیبی را یکی از ساکنان شهر واشنگتن منتشر کرده. درختی که به زمین سقوط میکنه و در این زمان ابر بزرگ و سبز رنگ بالا می شود. چه فکر میکنید؟ چگونه این همه گرد و خاک تنها روی این درخت نشسته است؟ آدم‌ها باید محتاط باشند، ورنه زندگی در نزدیکی چنین درختانی بدون شک پر دردسر ساز خواهد بود. با نگاه اول به این ویدیو ممکنه تصور کنه که این پرنده 4 تا پا داره، ولی پس از لحظات صبر و استقامت شگفتی بزرگتری هویدا می شود. طبیعت خداوند واقعا زیباست. بازدید کنندگان پارکی در میامی آمریکا از آنچه با چشمان سر دیدن به حیرت فرو رفتند. در ویدیو میتوان شتر بدون سری رو تماشا کرد که به شکل عادی حرکت میکنه، انگار هیچ اتفاقی برایش نیفتاده باشد. شتری که سرش را برای ثانیه‌هایی به سمت چپ تنش مخفی کرده، آدم به اشتباه حیوانی بدون سر رو تصور میکنه، ولی در لحظات پایانی حقیقت ماجرا روشن میشود. شتر ممکنه به این روش خواسته توجه ها رو به خود جلب کنه و ویدیویی که جهانی میشود. مردی که با رفتار مهربانانه‌اش توانسته اعتماد پرندگان و موجودات وحشی دیگر را به خود جلب کنه. موجوداتی که حالا دیگر از این مرد هیچ ترسی ندارن و شبیه یک دوست مورد اعتماد و وی هر لحظه که خواسته باشن نزدیک می شوند. شهر مانیتوبای کانادا ممکنه با مارهای معروفش بیننده را شگفت زده یا وحشت زده کنه. با رسیدن فصل بهار و سبزه و زمانی که هوا گرمتر می شود، جغرافیای مانیتوبا شاهد فروچاله هایی می شود که ممکنه در ابتدا با پوشش گیاهی به اشتباه گرفته شود. اما آدما به زودی متوجه می شوند که این گیاه نه بلکه لشکر 10,000 رقمی از مارهای ترسناکه. نکته عجیب دیگه درباره این مارها اینه که به ازای هر مار ماده در این چاله ها 100 مار نر وجود داره که به شکل توبهای غول‌پیکر مارهایی رو که به دور هم پیچیده شدن دیده میشوند و به عنوان توب جفتگیری شناخته میشوند. البته این مارها خطرناک نیستند. آدما میتوانند خزنده های ترسناک را از نزدیک لمس کنند و ترس و هیجان بیشماری را به تجربه بگیرند. پس از ختم باران‌های شدید در چین، آدم‌ها متوجه اتفاق نادر شدند. جاده‌های چین به شکل باور نکردنیش تغییر شکل پیدا می‌کنه و از زیر اسفالت سنگ بیرون می‌آید.
درختان و سبزه‌ها تولید کنندگان اکسیژن سیاره زیبای زمین به شمار می روند. اما حالا ویدیویی که در جنگل‌های کانادا به ضبط رسیده می توان بخش زمین را دید که به شکل واقعیش نفس می کشد. اما واقعیت اینه که بادهای تند و طوفانی به شدت درختان را تکان می دهد و درختانی که این گونه از ریشه تکان می خورند به ما این تصور را می دهد انگار زمین دهن باز کرده باشد و هر ثانیه نفس می کشد. و حالا رودخانه را ببینید که آبش رنگ سرخ را به خود گرفته و کلی ترسناک به نظر می آید. به احتمال زیاد شرکت‌های تولیدی عامل این کار باشن. گوریلا حیوانی که نه تنها زیرک و باهوشن بلکه ورزشکار خوبی نیز به شمار می روند. در این صحنه شما گوریلایی به اسم بانگا را می بینید که با کارمند باغوش رابطه خوبی برقرار کرده و این گونه حرکات او را یکی یکی تکرار میکنه. اما این ویدیو یکی از مسافران متروی شانگهای آدمای زیادی را متعجب کرده. دختری که سواری واگن متروست با موهایش آویزان شده و همزمان چشم به صفحه گوشی هوشمندش دوخته است. صحنه‌ای که توجه و شگفتی مسافران زیادی را به همراه داشته است. السالوادور کوچکترین و پرتراکم‌ترین کشور آمریکای مرکزی به شمار می رود. دولت این کشور برای سالیان طولانی علیه باندهای مافیایی و خرابکار در جاده و سرک جنگید ولی موفق نشد. اما پس از به قدرت رسیدن نجیب بوکله که یک فلسطینی تباره شرایط تغییر میکنه. نجیب بوکله یکی از بزرگترین زندانها را در کل قاره آمریکا افتتاح میکنه. زندانی که میتواند به طور همزمان 40,000 مجرم را در خود جا دهد و از فناوری روز درش استفاده شده. در پی اعلام وضعیت اضطراری ده‌ها هزار افراد تبهکار و خطرناک با بدنهای خالکوبی در این کشور دستگیر شده و ویدیو و عکس‌ها نشان می‌دهد که چگونه این آدم‌ها وارد زندان جدید می‌شوند. سیاست نجیب بوکله در بین السالوادورها همچنان محبوب است.